عرض سلام و وقت بخیری خدمت تمام شما دوستای عزیز. خوش آمدید به یکی دیگری از ویدیوهای چینل یوتیوبی دیجیتال رهنما. دوستای عزیز، در این ویدیو ما میخوایم در رابطه با اینکه چگونه مصرف اینترنت خود را در گوشهای خود کاهش بدهیم صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در قسمت ما باید دو گزینه است که یک را فعال و دیگر را غیر فعال ما صحبت میکنیم. در قسمت دو گزینه، یکش به پلی استور میباشد و دیگرش در قسمت سیتینگ گوشی میباشد. ما میخوایم در اول وارد پلی استور شیم. دوستای عزیز، از پلی استور شروع میکنیم. قسم که دوستای از وارد پلی استور گوشتان شوید. وقتی که وارد پلی استور گوشی میشیم دوستای از در قسمت اکانت ما اکانتی که ساخته داریم در بالای از اکانت خود ما کلیک میکنیم که اکثرا در تاپ های گوشی می باشد. دوستای از وقتی ما بالای از کلیک کردیم در قسمت ما میریم دنبال ستینگ. در قسمت ستینگ پیدا میکنیم تا بتونیم در ما گزینه‌ای که دنبالش هستیم پیدا کنیم. دوستای از وارد ستینگ گوشی خود میشیم. وقتی وارد ستینگ شدیم دوستای از قسمت نتورک پرفرنس کلیک میکنیم، پیدا میکنیم و بالای از کلیک میکنیم. این قسمت که میبینید قسمت نتورک پرفرنس هست. وقتی وارد نتورک پرفرنس شدیم دوستان از این سه گزینه ظاهر میشه که اکثرا اوتو آپلود اپس است، اوتو پلی ویدیو است و همچنین اپ دانلود پرفرنس است که ما در قسمت مرحله اولش کدام کار نداریم که اپ دانلود پرفرنس است. در دو گزینه دیگه که اوتو آپلود اپس است اصلی که هدف ما است و همچنین اوتو پلی ویدیو است که اکثرا ما توسط پلی استور ویدیو نمیبینیم. این مشکل نداره. در قسمت اوتو اپ آپلود کلیک میکنیم. دوستان در قسمت ما بالای از کلیک میکنیم و در قسمت میبینید که نوشته است آپلود اوور وای فای است، آپلود دون آپلود است و همچنان گزینه های دیگه است. ما در قسمت گزینه آخری خود غیر فعال کنیم. میبینید که از ما تنها وای فای است. وقتی در وای فای دسترسی داشتیم یا برنامه های ما به صورت اتوماتیک آپلود میشه، اما اگر داده های گوشیم باشه آپلود نمیشه. در قسمت ما بالای چی میذاریم؟ دون اوتو آپلود است. دوستان از این گزینه را ما چی میکنیم؟ فعال میکنیم. دوستان از این قسمت ما را فعال کنیم، یک از گزینه های ما میاد و دوم گزینه که ما میخوایم فعال کنیم میریم قسمت ستینگ گوشی ما. دوستان از این قسمت ما وارد ستینگ گوشی ما میشیم. یک میبینید ستینگ گوشی است. وارد ستینگ گوشی شدیم. وقتی که دوستان از وارد ستینگ گوشی شدیم قسمت نتورک ستینگ پیدا کنیم. دوستان از این قسمت که میبینید ام نتورک ستینگ ما هستم و وارد نتورک ستینگ میشیم. وقتی که وارد نتورک ستینگ شدیم دوستان از داتا سکیوریتی را کلیک میکنیم. دوستان از قسمت که میبینید این داتا سکیوریتی را بالاش کلیک میکنیم و همچنان دوستان از وقتی ما داتا سکیوریتی را چک کنیم بالای داتا گزینه سوم داتا ستینگ یا داتا یوزیج کلیک میکنیم. دوستان عزیز وقتی بالای داتا ستینگ یا داتا یوزیج ما کلیک کنیم در قسمت داتا سیور را پیدا میکنیم. قسم میبینیم دوستان عزیز اینجا یک گزینه به نام داتا سیور هست. بالای از این کلیک میکنیم. وقتی بالای داتا سیور کلیک کنیم اینجا همین گزینه را که میبینید که از ما فعال است شما را هم فعال کنید. از بعضی غیر فعال است. دوستان از ما به خاطر که مصرف اینترنت ما کم باشه را قبلا چه کردیم؟ فعال کردیم و میتونید از این دو طریق اینترنت مصرف اینترنت تان کاهش پیدا کنید. دوستان دیگه هم بود یک از ویدیوهای دیگر ما. خدا کنه خوشتون آمده باشه. روز خوش، موفق باشید.